برخلاف جنگ تبوک. خب البته چون که لیست گرفتن نمیشد، بعضی مردم فکر میکرد که برو لیست گرفتن نمیشه، خود خطا بوده. این گپا سر ما و شما زیاد اوقات میشه که برو لیست نمیگیره، خود یک جای آرام کده میتونم. کعب ابن مالک رضی الله عنه میفرمه که در دیگه جنگا اینمی قسم حالت بود و من طور شخصی بودم که طور نبودم که نه از روی نفاق و بدبختی نعوذ بالله خلاف ورزی جهاد بکنم. چرا؟ در دیگه جنگا بجز از جنگ بدر که من خودم نبودم، لیکن من در بیعت رضوان چی بودم؟ حاضر بودم و این بیعت رضوان برای من از همه چیزا که در بالاتر و بهتر معلوم میشد. چرا که در اونجا وعده کردن به امرای پیغمبر در دادن خون و جان بود، تعهد همینطور بسته شده بود. در جنگ تبوک پیغمبر علیه السلام یک اعلان عمومی کرد. دوم در این جنگ توریه نکرد. توریه پیغمبر در دیگه جنگا که میرفت، جنگ میرفت طرف جلال آباد میبرامد از راه خیرخانه، لیکن از راه دیسوز بازو طرف میآمد، به خاطر که در اول برآمدن برای دشمن اول برسه که او طرف روان است. این توریه میگه، تاکتیک زدن بالای دشمن. لیکن در جنگ تبوک علنا اعلان شد که ما و شما جنگ با رومیا داریم. چرا پیغمبری اعلان کرد؟ به خاطری که آمادگی مجهز گرفته شود. راه دور است، گرمی زیاد است و دشمن مقابل ما یک فوج مجهز، یک لکنفری تربیت شده است، تمرین شده است. صحابه باید مکمل خود آماده کنند، ضروریات خود پوره بکنه. از او خاطر پیش پیغمبر اعلان کرد، مردم شروع شد. بازار مردم میرفت، نان نفقی خانه را پوره میکرد، اسلحه ای گپا را کل شقت خود آماده میکرد. کعب ابن مالک رضی الله عنه میفرمه که به الله قسم در هیچ وقت من اینقدر امکانات برام میسر نبود که دمی وقت بود. در جای یک سواری دو سواری داشتم، از همون خاطر که هر چیزم تقریبا مهیا بود. در بازار میرفتم، پس برمیگشتم خانه، هیچ چیز کرده نمی بودم. چرا؟ به خاطر که میگفتم برو بسیار چیسته. هوا گرم بود، میوه های مدینه پخته شده بود، سایه ها خیلی لذت داشت. پیغمبر علیه السلام همیشه معمولشی بود که روزی پنجشنبه سفر آغاز میکرد، حرکت میکرد. روزی پنجشنبه مجاهدین حرکت کرد. من چی گفتم؟ که تو خسواری و مرکب داری، بان که پیغمبر یک کمی سفر بکنه، این شبم در پالوی اهل و عیالت باش، خیر است. صبح جمعه رم اینجا ما میخوانم، بعد از او حرکت میکنم، رسول الله صلی الله علیه وسلم در راه گیر میکنم. میگه صبح شد، باز گفتم که خیر است، یک شب دیگه باز دیگر روز حرکت میکنم. همینطور باقی ماندم. پیغمبر علیه السلام دور شد از سفر. این نمیشه بنابر ناراستی و سستی. بعد از او گفتم که حالی خود گیر نمیتونم دیگه، ماندم دیگه. گپ اینطور شد که گفت وقتی در مدینه میگشتم بجز از منافق نظرم سر کسی دیگر نمیخورد. سخت رنج میخوردم که ای کعب هلاک شدی، در جمله همین مردم شمار شدی. با وصفی که پیغمبر علیه السلام برای قطمه زیاد محبت داشت، مرا در هر معامله شمار میکرد. تقدیرا اینطور شد که پیغمبر علیه السلام هیچ توجه یا من یادش نآمدم تا وقتی که بسیار در مقام دور رسیده بود. اونجا من یادش آمدم و گفت که کعب ابن مالک، یک نفر از انصار خیست برش گفت که کعب ابن مالک چی میکنه؟ او رخامو چادر و امو کالای نوش چی کرده؟ فریب داده، قرار او را سعی کرده رایست. امی بود که معاذ رضی الله عنه اموجا موجود بود، خیست گفت یا رسول الله، در کعب ما به جز از نیکی دیگه خیر دیگه چیز مشاهده نکرده، حتما کدام عذر برش موجود است، از او خاطر شریک نشده. خیر، پیغمبر علیه السلام رفت اونجا قیام شد و پس جنگ نشد. پس آمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولشی بود که شب نمی آمد، از طرف روز داخل می شد. یک و اولین دفعه که می آمد در مسجد می آمد، 2 رکعت نفل می خواند. ایره میگه نماز شکرانه. کسی از حج میه، از سفر دور میه، اول بعد در مسجد خود بره 2 رکعت نماز بخونه و بعد از او در خانه بره. پیغمبر علیه السلام چون هر کس شایق ازی بود که دیدار رسول الله را بکنه، اگر در خانه پیغمبر میرفت تکلفات میشد. چقدر گپی ساده است. حاجی امام کی بیه، اول در مسجد بیا، مردم السلام علیکم حاجی صاحب بخیر آمدی. در خانم نرفته، اگرچه حدیثش ضعیف است
میگه حاجی که تا داخل خانه نشده از پیشش دعا طلب کنی که الله دعایش قبول میکنه. همینجا مردم جمع شه از پیش دعا طلب کنه، خیر خلاص در خانه خود میره، نه چای است، نه نان است، نه تکلیف است، نه کشوفش است، نه خودنمایی است، نه تکبر است، نه غرور است، هیچ چیز نیست. رسول الله میکاره میکرد. در مسجد می نشست، مردم مانده نباشی می آمد، برای قمرش می نشست، پیغمبر سوال میکرد خانه چی حال است، مریض چطور است، تو چطور هستی، کلگی بدون تکلیف. نه چای بود، نه نان بود، نه کشوفش بود، نه مردم قطع چیست، نه زله و مانده، نه از کار و روزگار باقی مانده. همه چیز دین اسلام دین به تکلف ساده و بسیط است. میتونیم شما اینمی قسم تمام معاملات خود خیلی ساده جور بکنیم، تکلیف نباشه. خود گرفتیم سر خود سختی کردیم، خود از بسیار عبادت ها محروم کردیم. امروز مردم ها در حج رفتن نمیتونه. چرا؟ مصارف بازگشت خیلی زیاد است. مصارف بازگشت، خود حج قدر مصارف نداره، پس که میگردی این تباید میکنه دیگه. از فریضه مهم الله متعال مردم محروم مانده. از او خاطر کعب ابن مالک رضی الله عنه میفرمه که وقتی رسول الله پس آمد در دل خود بسیار فکرها را تا بالا دواندم، یاران چی بکنم؟ گفت من اینطور شخصی بودم که اگر رسول الله را دروغ میگفتم یقینا اینطور به حالت جور میتونستم که بالکل پیغمبر سرم یقین میکرد و برام دعا میکرد. لیکن ما گفتم که خو اگر به رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ بگویم الله متعال خواگاست. از او خاطر نه. گفت مطابق معمول پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمد داخل مدینه شد، در مسجد رفت. منافقین بود که سرازیر شدن در پیش مجلس پیغمبر و هر کدام عذرای خود بیان کرده رایی بود. من که می رفتم در میرا شیطان در دلم چندین فکرها را پرتافت که اینطور بانک و اینطور بگو. گفت نشد. زمانی که سلام پرتافتم بالای پیغمبر علیه السلام از پیشم سوال کرد که کعب چی شد؟ گفتم یا رسول الله اگر در پیش کسی دیگری می نشستم اتو بیان میکردم که قطعا باور نمیکرد که من دروغ میگم، اما در پیش تو دروغ گفته نمیتونم و نه وجدانم اجازه دروغ میدم. به الله قسم هیچ وقت همی قدر توانمند نبودم که عالی بودم، لیکن از سستی و تکاسلی شریک شده نتانستم. گفت رسول الله روی خود دور داد، گفت برو که الله امروز چی میکنه. بیرون که بر آمدم یک تعداد از اقارب میمه دنبال ما شد که چرا اینطور کردی؟ دیگران آمد اونه بانه کرد، پیغمبر برش دعا کرد، در مقابل امو بانش دروغش دعای پیغمبر کافی بود. قریب بود که گفت مرا پشیمان کنه که بگردم پس بگردم و بگم رسول الله را که ما دروغ گفتم گبینی رقم بود. باز گفتم که نه آلی خو رسول الله را قناعت داده میتونم، اما الله ما برش معلوم است. روان شدم. گفت روان شدم در خانه حالت دیگرگون شد. سرزمین مثل که در سرزمین دیگه زندگی میکنم، مردم دیگه مردم است، سلامی ما و علیک نمیشه. کل مسلمان ها قطع علاقه کرده، سخت فشار سرم آمد بسیار زیاد. پرسان کردم که کسی دیگری از مسلمان های مخلص هم مسلمان واری است؟ گفت برم گفتن که بله، هلال ابن امیه و مراره ابن ربیع رضی الله عنهما اردوش صحابی بدریست و هم دی جمله است. گفت یک کمی تسلی قلبم شد که واخو صحابه بدریسته. این واقعه خدا بیان میکنه کعب رضی الله عنه. گفت دو رفیقی ما و یکیش به خاطر شریک نشده بود که کل سالای عمر از اهل و عیال خود دور بوده، در خانه کلگی یک جا نبود. دمیم او که کلی اهل خانواده یک جا شده بودن، این گفت که قدر جهادار شریک شدم خیر است، دایی بر ما ضرورت نیست. او به او خاطر مانده بود. دیگه شام کدام عذر داده بود، میوایش رسیده بود و چی طور بود، ضرورت به قطع کردن و گپا داشت. گفت تو اردو که همی گپ برش شد که بره بشینه دیگه تا که الله فیصله کنه در حقیقت و در خانه نشستن، هیچ بیرون نمی برآمدن. لیکن من خب بچه جوان بودم، در خانم طاقت نمیتونستم، از او خاطر بار بار حضور پیدا میکردم. در مجلس رسول الله در مسجد داخل میشدم، سلام مینداختم، در طرف چهره رسول الله صلی الله علیه وسلم میدیدم که تو باش پیغمبر علیه السلام سلام مرا و علیک میکنه یا نه. در گوشای چشم میدیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت وقتی که می داخل میشدم روی خود مبارک میگشتم. گفتی حالت مرا سخت غمگین ساخته بود.
که یا الله چرا غمگین ساخته بود؟ گفتی غمگین ساخته بود که یا الله اگر به بی حالت مرگ فرا برسه و من به می حالت بمرم که رسول الله صلی الله علیه وسلم از پیشم ناراض است و جنازه مرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نخوانه. این گپ سخت مرا خراب کرده بود. مردم دیگه مردم شده بود، منطقه دیگه منطقه شده بود. قرآن کریم تعبیر میکنه و چیست حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین با می فراخیش سر از یاد تنگ شده بود و ضاقت علیهم انفسهم. این تعبیر است که الله میکنه از قلبی صحابه کرام. این نمو صحابه کرام است. و میگه که در یکی از روزها رفتم دلم خیلی تنگ شده بود، سلام ما و علیک نمیشود. چرا؟ فرمانی رسول الله شده بود. بچه کاکایم است. یک روز در باغ در پیش بچه کاکای خود قتاده رضی الله عنه رفتم، از سر دیوال چپه شدم و بالای بچه کاکا سلام انداختم، او و علیک نکرد. من برش گفتم که او بچه کاکا به الله قسم الله و رسول الله را دوست دارم. گفته چیز نگفت. دوم بار گفتم چیزی نگفت. سوم بار که گفتم گفت که الله و رسوله اعلم، الله و رسولش میدانه. گفت سخت خفه شدم، بازگشتم از باغ. یک روز از روزها گفت در بازار میگشتم که یک نفر بیگانه آمده سوال داره و نام مرا سوال میکنه، مردم به من اشاره میکنه. او مردکه یک نبتی بود که از طرف پاچای غسان آمده بود، یک خط آورده بود، در دستمال نوشته کرده بود. و خط و او خط برای ما نوشته کرده بود که امیریتان یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امرای تو جفا کرده، ما خبر شدیم که تو را خیلی از خود رانده، دیگه تو پیش ما خیلی قدر و قیمت داری، بیا پالوی ما. کعب رضی الله عنه میفرمه که به الله قسم سخت خفه شدم که یا الله مالی در مرحله رسیدیم که تم توقع کفارم در ما پیدا شد، یعنی ما در ایمان خود در این مرحله رسیدیم. گفت یک جای تنوری نان پخته میشد، او داغ بود، همین دستمال گرفتم در اونجا انداختم. 40 روزی ما بر آمده بود که اول آمد پیغمبر علیه السلام ابی خیثمه رضی الله عنه را روان کرده بود که برو که این نفرا را بگویی که از زنای خود جدا شود. گفت ما سوال کردم که آیا از پیش پیغمبر علیه السلام نفر رفت که ما چی رقم جدا شویم، زنا را طلاق بدیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که نه، طلاق نده، بلکه امرایشان یک جا هم بستر نشوی، خواب نکنی. گفت در این جمله هلال ابن امیه رضی الله عنه که آدمی خیلی پیر بود، زنش رفت به پیغمبر علیه السلام زاری کرد که یا رسول الله آدمی پیر است، این هیچ نوع چی تم توقع از من نداره هم و چی است، ما اگر خدمتش نکنم این آدم هیچ کسی دیگری نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت کردن از او را برایش اجازه داد. مرا اقربایم گفت که اگر تو پیش پیامبر علیه السلام کسی را روان بکنی، گفت ما گفتم نه، فرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا نمیکنم. کعب رضی الله عنه میفرماید 50 روز از این حالت سر ما میگذشت. گفت دمو روز نماز در خانه خواندم، ناوقت شده بود سرم و در سر بام بر آمدم، نشسته بودم. از دل من الله خبر بود که الله متعالی آیات را روان کرده بود که و علی الثلاثه الذین خلفوا، بالای 3 نفر که و امرشان در تاخیر انداخته شده بود، بالای از وام رجوع رحمت کرد الله متعال. گفت ام سلمه رضی الله عنها مادر مومنات در نصف شب به رسول الله گفت که یا رسول الله اگر دمی نصف شب برای کعب کسی بره و شیرینی سرش بخوره به خاطر که بسیار غم داره. گفت پیغمبر علیه السلام اجازه نداد که شور جور میشه، مردم نارام میشه. نماز صبح خوانده شده بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم این آیات را برای صحابه کرام تلاوت کرده بود. از مجلس پیغمبر ابوبکر و عمر رضی الله عنهم میدوه. کعب رضی الله عنه میفرماید که
طرف کوی سلا دیدم که یک نفر آواز میده و یک نفر میده و همین قدر آواز شنیدم که خوشخبری سرت که تو قبول شده. کعب رضی الله عنه میفرماید که ما تعبیر کده نمیتونم از او خوشحالی که در او فرصت برم نصیب شد. ابو بکر و عمر و آن شخصیت ها میده برای از اینکه یک صحابی توبش قبول شده در غم و اندوز تا دین روز سلام علیک نمیشده، اما امروز خلیفه مسلمان ها میده برای از اینکه خوشحالی را در دل مسلمان بندازه. ابو بکر رضی الله عنه صدا زده بود به خاطر که عمر رضی الله عنه پیش شده بود. هر کدام تلاش داشت که من گپی خوش به برادر مسلمان خود برسانم. کعب رضی الله عنه میفرماید حرکت کردم رفتم در مسجد که رسول الله صلی الله علیه وسلم با جمع صحابه نشسته. طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنه نیکیش گفت فراموش نمیکنم که رفتم از جای خود خیست بغل کرد مرا و بعد از رسول الله برم گفت که ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدت که امک. خوشی باد برای تو ای کعب رضی الله عنه که سر تو از روزی که سرت تیر شده از مادر تولد شده تو روز سرت آمده. یقینا بهترین روز روزی خیلی خوشحال اوست که الله متعال تو بیمارم قبول کنه. ما هم کلی عمر خدا در گناه تیر کردیم ولی ماه مبارک رمضان است. الله خود میگه که رؤوف رحیم است. الله متعال ما یقینا که خیلی گناهگار هستیم اما از نزد خود الله خوشخبری تو برام در روز قیامت بشنو و از گناه های ما سوال نکنی. الله متعال چی عجیب داستانی است، چی درسای عظیم است که صحابه چقدر پابند دین بود، طاعت الله پیغمبر میکرد، فرمان میرسه، قریب کل بیگانه میشه به خاطر الله. ولی روزی که توبه قبول میشه میبینی که حتی مادری مومنه و مسلمان آرام نمیشینه و پیغمبر پیشنهاد میکنه که یا رسول الله اگر آلی کسی بره خوش خبری بده. این را حفاظت میگه که الله صحابه را حفاظت کرده، خطا از پیششان شده الله معاف کرده. اینطوری مقام به هر کس میاثر نمیشه که الله قبول کنه. عایشه رضی الله عنها مورد تهمت میشه، الله متعال آیات روان میکنه. اینطور صحابه را که امروز کسی نعوذ بالله مرتد بگویه شما چی تصور داره که دختر دادن برای ازواج جایز است، دوستی کردن به امروی ازواج جایز است؟ کلا قطعا نیست. صحابه که محض به نرفتن جهاد او را بنا بر سستی، نه برای نفاق، نعوذ بالله که در قلبش نفاق باشه، فقط سستی کرده در جهاد شریک نشده. یا الله تو یارا تو بشه 50 روز معطل میکنی لیکن ما که سالا از جهاد محروم هستیم. برادرای مسلمان خدا به چشم سر میبینیم کفر سرش کدام حالت تا میاره. خواهرای مسلمانی ما در زندانای کفار قرار داره، مسلمانای ما درد داده میشه، انواع تعذیبایی که در بشریت قطعا گنجانیده نمیشه او مظلوم قرار میگیره. ما حتی یک دعا کرده نمیتونیم. الله متعال تو باره معاف کن، الله ما را از جهاد محروم نسازی، از توبه قبولیت توبه محروم نسازی. خصوصا این مجلس این مقام الله متعال ما دوستایی را داریم، خواهرای و برادرای ما که پارسال در این جده ترجمه شریک بود لیکن حالی نیست. الله تو مغفرت برشان نصیب کن و این زنده ما را الله تو بیشان قبول بگردان. زندگی آینده ما الله در زیر فرمان و حدود تو در کمال اطاعت و تابعداری رسول الله صلی الله علیه وسلم الله زندگی ما را عیار بساز. ما را از هر قسم شرک و بدعت و گناه نگاه کن، بجز از توفیق تو هیچ راه دیگری نداریم. الله تو ما را معاف کن.
عزت دادی به صحابه که همون قسم صحابه بود، فداکاری کرده بود، لیکن ما هیچ چیز نداریم یا الله. خو یک چیز داریم که فقط غیر از تو دیگه کس نجات دهنده فکر نمی کنیم، تو به قبول کننده فکر نمی کنیم. شاهدی میدیم که انت الله لا اله الا انت، غیر از تو دیگه ذات نیست قابل پرستش و بندگی. الله متعال تو گناهان ما را معاف کن، توفیق درستی بندگی را نصیب ما کن، خاتمه اعمال ما را الله تو درست بکن. و علی الثلاثه الذین، بالای سه شخص کسانی که خلفوا امرشان پشتی سر گذاشته شده بود، حتی اذا ضاقت علیهم الارض، تایی که تنگ شد بالایشان زمین، بما رحبت، با امرای وسعت و فراخی زمین، و ضاقت علیهم انفسهم، تنگ شده بود از زیاد غم و اندو نفسایشان، و ظن و یقین کرده بودن الله ملجأ من الله، که نیست جای پناه، من الله از الله متعال، الا الیه بجز بسوی الله. ثم تاب علیهم، بعد از الله رجوع رحمت کرد بالایشان، قبول کرد توبیشان، لیتوبو کیام رجوع بسوی الله متعال بکنه. ان الله، یقینا الله متعال، هو التواب الرحیم، امی الله توبه قبول کننده بار بار است، الرحیم و رحم کننده است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده از الله متعال بترسی، اصلاح خدا بکنه، تقوا را اختیار کنه، نقصانات خدا تلافی کنه، از گناه ها رجوع کنه. و کونوا مع الصادقین، همراهی را اختیار کنه، همراه کسانی که مخلص است، صادق است در ایمان خود، در وعده خود، در قول و عمل خود. کسی که راستی و درستی را پیش خود گرفته، همراهی تان، نشست و برخاستی تان همراهی اوتور مردم باشه. چرا اینطور مردم بسیار مفید است برای اصلاح شما، خودم اصلاح کنی، با اینطور مردم هم همراهی بکنی. الله متعال درس میده برای ما معیت امرای کی باشه، نشست و برخاست امرای کی باشه، با امرای مردمی که یقینا از الله خوف داره، عقیده به آخرت داره، درد و احساس دین داره. قطعی از شما همراهی بکنی. هر مومن تلاش بکنه که همینطور مردم رو پیدا کنه و امرایش همراهی را اختیار کنه. ما کان لاهل المدینه، چرا این برکات از همراهی بود که صحابه کرام با صحابه نشستن، با موحدین نشستن، الله متعال حالاتشان درست کرد. کعب رضی الله عنه می فرماید دمی واقع خود، فوالله قسم به الله متعال، ما اعلم، نمیدانم احدا یک کسی را ابلاه الله که الله امتحان کرده باشه او را فی صدق الحدیث، در راستی سخنش، احسن مما ابلانی، بهتر از او کسی که مرا در امتحان قرار داده. ما تعمدت منذ ذکرت لرسول الله صلی الله علیه و سلم الی یومی هذا، کینی روز است کذبن، من بعد از اون قصد دروغ نکردم، چرا که صدق و راستی مرا نجات داد، از او خاطر آینده تصمیم گرفتم که دیگه دروغ نمیگم. هر مؤمن و مسلمان اگر صادق باشه به الله خود، به رسول خود صادق باشه، با برادر مؤمن خود صادق باشه، سخنش راست، کردارش راست، عقیدهش راست، با اینطور مردم اگر تو همراهی میکنی حتما نجات در دم راهت میآید و الله متعال تو را معاف میکنه. الله متعال همینطور همراه ها را نصیب ما و شما بکنه. ما کان لاهل المدینه، نیست برای اهل مدینه و من حولهم، کسایی که در گرد و برش است، من الاعراب، از مردمای دیهاتی، ای یتخلفوا عن رسول الله، که باز بمانن عن رسول الله، از رسول الله، یعنی از رفتن به پیغمبر علیه السلام باز بمانن. ولا یرغبوا بانفسهم، و ترجیح ندهن نفسای خود عن نفسی، از نفس پیغمبر کده، یعنی ولا یرغبوا، به خاطر حفظ جانهای خود و بقای جانهای خود، چیسته از حفاظت نفس پیغمبر علیه السلام، یا چی نکنن، رو را نگردانن، یعنی رو نگردانن برای حفاظت نفسای خود عن نفسی، از حفاظت نفس پیغمبر. اول حفاظت نفس پیغمبر علیه السلام بکنه، بعد از حفاظت نفسای خدا بکنه. چرا؟ به خاطر که مشاکل و مصائب رسول الله در میدان مبارزه و جهاد خیلی زیاد دیده،
سختی ها را متحمل شده، از این خاطر اول دفاع و محافظت از جان رسول الله شود و از جان خود ترجیح نده، پیش نکنید برای حفاظت. از این خاطر مفسرین نوشته میکنه که آیت برای ما این گپ میرسانه که واجب است که در راه احترام و تابعداری رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس خود فدای از او کنیم و نبگذاریم که برای رسول الله ادناترین اذیت یا تکلیف و نعوذ بالله ناراحتی برش برسه. باید اینطور نباشیم، وجود خود مقدم برای مصیبت بکنیم، رسول الله را پشت سر بگذاریم. این نمونه را عملی امی صحابه کرده بودن. در جنگ احد طلحه رضی الله عنه در پیش روی رسول الله قرار داره، سپر کده خدا. ایره چی میکنی؟ زنی صحابیست آمده سپر کده در پیش روی رسول الله خدا و مرمی های دشمن، تیرای دشمن سری زنی صحابی میخوره، نمیگذاره که به پیغمبر برسه. عبدالله ابن دخنه یک صحابیست مشرکین اسیر گرفته شه و در حالتی که او را میکشه قتل میکنه، این گپ برش میگه که اگر تو در پالی سیاست و اولاد میبودی و رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله در جای تو اینجا قتل میشد، چقدر خوب بود. امی توقع و تمنا را اگر میکردی. او دمی حالت کشتار میگه که به الله قسم من دم اینجا باشم و این توقع و تمره ندارم که نعوذ بالله در پای رسول الله خار بخله. الله اکبر. این کمال محبت صحابه به امرای رسول الله میگه. آیت برای ما میرسانه که ما چقدر دفاع از سنت رسول الله، از تابعداری رسول الله بکنیم و چرا نکنیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر علیه السلام از نفسای ما کده برای ما اولاست. چرا؟ نفس ما خود نفس است. نفس ما خود ما را میکشونه به سوی معصیت و گناه، به سوی نعوذ بالله عیش پرستی، به سوی از اینکه کارهای غلط بکنیم. خو رسول الله در کل عمر ما را طرف کاری غلط نکشانده. پس از او خاطر رسول الله حق اولیت داره از نفس خود ما کرده. پس کسی که نفس رسول الله را از نفس خود مقدم ندانه مؤمن هم شمرده نمیشه. مثل که حدیث تیر کردیم که عمر رضی الله عنه بیان کرده بود که تو را غیر از نفس خود از همه چیز محبوب میشمارم، لیکن رسول الله گفت که نه، ایمان تکمیل نمیشه تا که از نفست کدم مرا محبوب بدانی و او گفت که بالکل عالی محبوب است. الله متعال محبت رسول الله را در قلب ما امی قسم بندازه که ما مکمل تابعدار رسول الله در خرد و بزرگ، در همه معاملات و عبادات و سیاست و نظام و کلش تابعدار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم.